الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لکل جل فاذا جاء تأخرون ساعة ولا یستقدمون. موضوع بحث همین مسئله‌ای که امروز همه ما را غمگین کرده است، ماجرای حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اساساً این مسئله از کجا پیش آمد و این جنگ خلیج به خاطر چی بود؟ جناب آقای هاشمی ریاست جمهور محترم در نماز جمعه فرمودند آیا هدف استکبار جهانی از این جنگ تسلط بر منطقه بود یا در اختیار گرفتن مناطق نفتخیز بود یا حمایت از اسرائیل بود؟ اینها باید کشف شود. سخن ایشان این بود که حالا یکی از این ستاست، این جنگ یا به خاطر تسلط بر منطقه یا در اختیار گرفتن نفت یا به خاطر حمایت از اسرائیل بود و کدام یک از ایناست باید کشف شود. آقای موسوی اردبیلی همین مطالب رو در 2 هفته پیش در نماز جمعه تکرار فرمود. یعنی تا حالا هیچ کسی به صراحت نگفته است جنگ خلیج به خاطر چی بوده. میخواهم ادعا کنم درماندگی و سرگیجه در این مسئله خیلی زیاده. گویا موضوع برای همگان گنگه. علتشو بعضیا میگن چون معیارهای تحلیل در جهان عوض شده، با معیارهای قبلی و کهنه نمیشود این پدیده را تحلیل کرد. بنابراین اون نظر و هدف نهایی آمریکا و همپیمانانش را نمیدانیم و هنوز معیارهای جدید هم جا نیفتاده، شناخته نشده. بنابراین اون تحلیل نهایی امکان نداره. اما به نظر میرسد ماجرا یکی از بزرگترین ماجراهای تاریخ است. نه از نظر ما که آمدن بخشی از ساختمان حرم امام حسین کوبیدن، نه از نظر ما شیعه ها که به نجف جسارت شده یا به حضرت ابوالفضل عباس جسارت شده یا شیعه ها قتل عام شدن، بلکه از نظر همه دنیا ماجرا یکی از بزرگترین ماجراهای تاریخ و شاید بزرگترین ماجرا. در سال 1914 آقای اشپنگلر اولین کتابشو نوشت و در آنجا افول غرب را بررسی کرد. گفت هر چیزی عمر دارد. یک درخت یک عمری دارد، یک انسان عمر دارد، یک کره عمر دارد، خورشید عمر دارد. همین حالا میشه حساب کرد که این خورشید کی تمام میشه کی سقوط میکنه. هر چیز عمر دارد، هر فرد انسان عمر دارد، 60، 70، 100، 150. بنابراین باید هر جامعه هم یک عمری داشته باشه. هر ملت با فرهنگ خودش، با شخصیت بینشی و آدابی و رسومی خودش باید یک عمری داشته باشه که از آن عمر نمیتونه تجاوز کنه، بیشتر پیش بره. قبلا هگل آلمانی فلسفه جبر تاریخشو داده بود. یه زمینه برای این بحث باز کرده بودم. اشپنگلر اومد بررسی کرد. حتی مارکس این رهبر کمونیستا این موضوع را زمینهشو باز کرده بود. انگلز گفته بود بشر ابتدا یه خانواده دو خانواده بود و تک تک زندگی میکرد، اصلا خانواده نداشت. از جنگل میوه میچید و شکار میکرد و غذا میخورد. نه مالکیتی بود، نه خانواده‌ای بود، نه جامعه‌ای، نه دولتی، نه نظامی و نه قانونی. اسمشو گذاشت کمون اولیه.
بعد انسان خانواده پیدا میکنه، بعد چشاورزی کشف میکنه. وقتی که چشاورزی توسعه می‌یابد، بردهداری، مرحله بردهداری پیش میاد. بعد مرحله بردهداری تبدیل می شود به بردگی اجتماعی، فئودالیته پیش میاد. بعد از فئودالیته جهان صنعت است. بعد از صنعت قیام کارگری و پرولتری و حکومت کارگر. و می گفت این یک جبره، نمیشه عوضش کرد. انسان این مرحله ها را طی می کند و چاره ای نیست. بشریت در روی زمین باید این مرحله ها را طی کند. جبر. اشپیگل اومد در اساس همون زمینه هایی که دیگران ساخته بودند گفت حالا ما کاری نداریم، دنیا بالاخره پرولتری میشه، کارگری میشه، هرچی میشه، ببینیم اروپای خودمون چی میشه، ما فقط فکر ملت خودمون رو بکنیم. گفت ما عصر صنعت را شروع کرده ایم و پس از عصر صنعت، دوره صنعت دیگه دوره نیست. رشد صنعت وقتی که به حد اعلای خود برسد دیگه اروپا سقوط خواهد کرد. درست مانند یک زردآلوی رسیده که نمیتونه بالای درخت بماند، باید بیفتد. هر چیز عمر دارد. این جامعه اروپایی ما هم عمر دارد. این حرفش خیلی هم حرف درسته. حرف این قفیا مارکس و هگل اینا رو نمیگم، حرف اشپنجلر خیلی درست. اساسا این آیه قرآن است، میگه لکل قوم اجل، هر جامعه یک عمری داره. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتی که اجلشون اومد یه لحظه نه به تأخیر میافتد نه جلو میافتد. در قرآن و در احادیث ما اجل فردی جبری نیست. اجل من انسان جبری نیست. اجل تک تک افراد جبری نیست. میتونه آدم خودشو بکشه، یعنی اجل انسانی معلقه. میتونه از خودش حفاظت کنه، بیشتر عمر کنه. اینجا که اسلام دعوت میکنه به بهداشت، به حفاظت از خود، به طب، به پزشکی. اما اجل جامعه را یک ملت چه رشد میکنه چه سقوط میکنه. مثلا جامعه ایران قبل از اسلام در مقابل عرب چرا سقوط کرد؟ یکی میگه یزدگرد بی‌عرضه بود، یکی میگه فرماندهاش بی‌عرضه بود. نه، از نظر ایران و مخصوصا همه جامعه اشراف‌ها، جامعه امروز ایران رسیده بود بهانه یه تکانی، منتظر یه تکانی بود که بهش بخوره و سقوط کنه و کرد. در مقابل یه جامعه جوانی پیدایش یافته بود به نام جامعه جدید اسلامی، اومد ایران گرفت. همه جامعه ها در فکر معمولی وقتی که یک ملتی میره یک کشور دیگر رو میگیره فکر میکنن این حمله کننده است که قدرت داشت برد اون کشور رو بگیرد. اما جامعه شناسا برعکس و مخصوصا کسانی که رو فلسفه تاریخ کار کردن برعکس، قدرت حمله کنندگان را حساب نمی کنن، قدرت ملت شکست خورده را حساب می کنن. این چه عیبی داشت، چه اشکالی داشت، سقوط کرد. همه چیز در دنیا در معرض آفت آسیبه، اما زمینه آسیب پذیری در چیز نباشد آسیب نمی بیند. خب حرف این آقای مسیحی اروپایی که برای مسیحیت هم متاسف بود این آیه قرآنه، میگه هر ملتی اجلی داره. وقتی که اجلشون رسید نه به تأخیر میفتن نه به جلو میفتن. روی این اصل بعد اومدن کار کردن اروپایی ها، همه دانشگاهاش، محققین اجتماعیش یک به یک روی این مسئله کار کردن، در حالی که به طوری که از سال 1314 تا همین امروز یکی از مسائل مهم محافل علمی اروپا این است که ما کی سقوط میکنیم و چگونه سقوط میکنیم. شما هرچی میشنوید از اروپا، از رادیوهاشون، از نمیدانم رؤساشون، بزرگاشون، قدرتشون رو میشنوید، اما اونا در درونشون
همیشه در فکر مرگشونن که چه خواهیم مرد، چگونه جلوگیری کنیم از این مردن ما. اسپنجر جنگ جهانی را پیش بینی کرده بود که خیلی هم فاصله نداشت، فوراً جنگ جهانی شروع شد. بعد اینا اومدن پیش بینی کردن که ما فرانسوی، ما انگلیسی، ما آمریکایی، ما آلمانی، ما سوئدی سقوط خواهیم کرد. زردآلو هستیم چی رسیده و باید بریم. و علتش هم گفتن چرا یک جامعه به حال پیری و فرسودگی میرسد سقوط میکند؟ یک صنعت تورم شهر میآورد، مثل همین تهران ما. جمعیت خیلی جمع میشه، تورم جمعیت میآورد. تورم جمعیت دو خصلت میآورد: یک لذت‌جویی فردی، دو محور شدن سوداگری. همه میخوان از معامله غذا خورن، همه میخوان درآمدشون از معامله باشد، نه از صنعت، نه از کشاورزی، نه از چیزی دیگه. اونا که تو صنعت هم کار میکنن مجبور. بعد فساد در فرد محوری، اشایر از بین میره، خانواده فامیلای بزرگ از هم بریده میشوند، خانواده ها تشتش، حتی افراد تشتش میشوند، فساد میاد. لذت‌جویی فردی همه را به فکر خودش وادار میکنه. دو، چون ما پیشرفت کرده ایم، میراثخواران تنبل نسل بعدی ما خواهند بود. اینا دیگه مثل نسل قبلی کار نخواهند کرد. 3 فلان عامل، 4 فلان عامل، 5 اینو که زمینه معنویت و دین خالی تر می شود. اومدم روش، نمیخوام اسامی این غربی ها را اینجا هی بشمارم، اومدم روش کار کردن. خب همه دانشمندان الان کتاباشون ترجمه هم شده، فارسیش هم هست. هیچ دانشمند اروپایی در علوم انسانی نیست که بگه ما اروپا سقوط نخواهیم کرد. همه میگن سقوط خواهیم کرد. ریمون آرون در کتابش فصلی باز کرده افول غرب و از خیلی از افراد ما قبل خودش نقل کرده، همشون معتقدن که ما سقوط خواهیم کرد. گفتن چه کار کنیم حالا که سقوط خواهیم کرد؟ اینجا 2 بخش شدن. یک بخش گفت این جبر تاریخه، نمیشه باش جنگید، این روزگار است و این جبرشو بر ما تحویل خواهد کرد، ما هیچ کاری نمی کنیم. بذار تاریخ بیاد بگذرد ببینیم ما را به کجا میبره. خود روزگار خودمون بسپاریم دست روزگار. نمیشه با روزگار جنگید. این جریان اساسش جبر است. عرض کردم از هگل اومده، از انجلز و مارکس اومده، اساسش جبر. اونایی که خیلی به فرمول های علوم انسانی پایبند بودن گفتن هیچ کاری نمی‌کنیم، همینطوری زندگی می‌کنیم، ببینیم چه سقوط می‌کنیم و چی قدرت به دست. یه دیگه نپذیرفتن، گفتن آلترناتیو ما را روشن کنید. اگه اروپا سقوط کند دنیا دست کیه؟ اینجا بازم اختلاف شد. یه دو گفتن شورویه، کمونیست‌ها دنیا رو میگیرن. اون وقت کمونیست‌ها هم شعار میدادن دنیا رو میگیریم. یه ده بعد گفتن وقتی که چین کمونیست شد گفتن چینه. خود اسپنجر گفته بود یک شرق ناشناخته، سقوط غرب، اروپا، آمریکا به دست یک ملت شرقی که امروز نمیشناسیم چیه سقوط خواهد کرد. همگی اجماعاً معتقد شدن ما سقوط خواهیم کرد و کسی که ملتی که دنیا را به دست میگیره یه ملتی شرقی. یه دیگه گفتن خیلی خوب حالا که بناست ما سقوط کنیم و یک ملت شرقی بیاد جهان را به دست بگیرد، ما مبارزه میکنیم. خودمون دست بسته در اختیار تاریخ و گذر زمان نمیگذاریم، با زمان میجنگیم. اون مراحل اولیه‌ای که کمون اولیه تبدیل شده نمیدانم به بردهداری تبدیل شده به فئودالیته و اون تبدیل شده به دنیای صنعت، اون وقت قوی بود، جبر داشت، انسان نمیتونست کاری بکنه جلوشو بگیره که انسان قدرت نداشت. امروز ما تاکتیک داریم، تکنیک داریم، میلیتاریسم داریم. ما با تاریخ میجنگیم، با روزگار میجنگیم، کاری میکنیم که سقوط نکنیم. چه کار کنیم؟ گفت تکنیک داریم، قدرت داریم، صنعت داریم، میلیتاریسم داریم، نیروی نظامی داریم. ما کاری میکنیم که سقوط نکنیم. خب چیه پس؟ اون مخالف کیه؟ شوروی است.
شروع کردن با شوروی درگیری داد. بعد دیدن نه شوروی جزء اروپاست، مشمول همون تاریخه، همون جریانی که بر فرانسه میگذرد تقریبا بر شوروی هم میگذرد. گشتن این شرق ناشناخته چیه؟ رسیدم به این که این چینه، همون چینی که تازه کمونیست شده. کیسینجر از همون آقایانی است که معتقد بود باید با تاریخ بجنگیم، جلو به سقوط این زردآلوی رسیده را بگیریم. یکشتا رو برد به چین، پیش ما او به دستبوسی ما او چین رو کشیدن به شورای بین الملل، نماینده‌اش هم قبول کردن. یه 3-4 سالی ازش گذشت، دیدن نه اونی که بناست جانشین اروپا شود چین هم دید. چرا؟ چین خودش مشمول همون تاریخ هست. دیدن شده از خودشون دیگه شرایط خودشون هم دارن. شنیدید که در تشکیلات فرعون پیش بینی شده بود سقوط آقای فرعون به دست یک نیروی دیگر. میگفتن در این کاهنا این پیش بینی را میکنن. حالا کهانت نیست، آقایان دانشمندان علوم انسانی اجتماعی این پیش بینی ها را میکنن. اونجا فرعون گفت همه پسرهای بنی اسرائیل بکشید تا موسی به دنیا نیاد. شکمها را دریدن، بچه ها را کشتن. امروز فرعون اروپا به دنبال آن شرق ناشناخته است که بناست دنیا را به دست بگیرد. علومشون، فرمولهاشون، الفبایشون، علمشون، دانشگاهاشون، مغزشون، فکرشون، نیرویی که خرج کردن، کاغذهایی که مصرف کردن، کامپیوترهایی مصرف کردن، دانشگاههایی که معطل کردن به خاطر همین موضوع، همه‌اش یک صدا میگه از شما سقوط خواهید کرد، یک شرق جای شما را خواهد گرفت. دیدن چین هم دید. کارل پوپر نظریه داد این از اسلام خواهد آمد، جانشین دنیای اروپا پس از سقوط اروپا اسلام خواهد بود. اخیراً هم دوباره مصاحبه کرده گفت شیعه ها. بعد اومد شوروی هم سقوط کرد. سقوط شوروی، سقوط کمونیسم در شوروی کاملا مشخص کرد اون آلترناتیو به قول خودشون نه از میان کمونیست هاست نه از جای دیگه بلکه از اسلام است. آمریکا نیومده به منطقه نفت بگیرد. چرا؟ چون نفت قبلا در دستش بود. این خیلی کودکانت بگیم نفت. چه نفت خاورمیانه در دست آمریکا نبود که امروز بیاد خاورمیانه را به خاطر نفت بگیرد. آمریکا نیومده به خاطر حمایت از اسرائیل، چون بدون آمدن هم میتونه از اسرائیل حمایت کنه، از نیل تا فرات رو بگیرد به دست اسرائیل. مگه فرد میخواد در مقابلش به یا حسنی مبارک؟ اصلا همه جای مصر مال آمریکاست، همه جای سعودی مال آمریکاست. آمریکا نیازی به این همه هواپیما و نیروی نظامی نداشت به خاطر حمایت از اسرائیل بیاد به منطقه. این چه حرفیه؟ به خاطر سلطه بر منطقه. مگر منطقه در سلطه آمریکا نبود جزء ایران. ایران هم که میخواد مثلا شاید خیلی وقتا میخواد رابطه برقرار کنه. آمریکا نیازی به لشکرکشی نداشت به خاورمیانه به خاطر نفت و اسرائیل و نمیدونم واسه چیز خیلی روشن است، خیلی واضح. این لشکرکشی به خاطر شیعه کشی بود، نه به خاطر نفت، نه به خاطر اسرائیل، نه به خاطر هیچی. شیعیان عراق رو محاصره کردن حتی به ایران فرار نکنن، سنیاشو ریختن سر ما که انسان پرست بشیم، حمایت کنیم از کرده های آواره. ما انسان پرستیم، انسان دوستیم و باید حمایت کنیم، ولی موضوع نیست. وقتی که من میخوام به دنیا روشن کنم انسان دوستم، این حرفم حرف نیست. دنیا ما را میشناسد، اگه جلادی میشناسد، اگه خشنی میشناسد، اگه مهربانی میشناسد. امام محمود از 250 سال پیش ذره شما را مطالعه کردن. اون خودش رو مطالعه کرده، میگه من دارم سقوط میکنم. خودش خیلی واقع بینن. اون نمیشناسد تو ایرانی چطوری، نمیشناسد شیعه چیه، نمیشناسد شیعه جلاد است یا انسان دوست است. و حسین ما را از نظر این مسئله بهتر از ما میشناسد.
مکتب ما را میشناسد، همه چیز ما را میشناسد. من بیام شعار انسان دوستی بدم، او میشناسد. شعار انسان دوستی دادیم، وظیفه‌مون بود، کمک هم کردیم به کرده های سنی، وظیفه‌مون بود. اما اونا در تلویزیونشون گفتن کمک هایی که ما میفرستیم به ایران میدرزد میخورد. او تو را میشناسد، اما تبلیغ شیعه او کار دارد با تو، او کارش فقط در سر شیعه است. او آلترناتیو خودش امروز تشخیص داده شیعه است. کسنجر هر مصاحبه میکنه. کسنجر یعنی نماینده همه اون دانشمندانی که پیشبینی افول غرب را کردند. کسنجر خودش تحصیل کرده هاروارد، رشته‌اش همین علوم انسانی، و کسنجر امروز از طرف همه کشورهای غربی مأمور است که غرب را از آن افول نجات بدهند. زانو زدن نیکسون در مقابل آقای مائویی که غربی ها سناری بهش ارزش قائل نبودن و بوسیدن دست مائو، اون روز به خاطر اون بود که فکر میکرد چین است آلترناتیوش، امروز پیدا کرده این شیعه است. این ملتی که فکر فلسفی، منظورم فلسفه یونان نیست، فلسفه خود تشیعه، از فلسفه یونان هم خیلی خوشم نمیاد، ملتی که فلسفه زیستی او، ملتی که فلسفه فکری او، ملتی که چاشنی اعتقادات او میتواند در دنیا زنده بماند شیعه است. این کاملا تشخیص دادن، اعتراف کردن، خودشون میگن ما ثبوت میکنیم کسی که پدر ما را در خواهد آورد شیعه است. همین مجلات روزنامه‌های خودمون پر است از حرفهای کارل پوپر و از حرفهای دیگرانشون. کارل پوپر یکی از باز هم دانشمندان خیلی چرنگنده علوم انسانی اونهاست. آمریکا نیومده به منطقه به خاطر نجات کویت از عراق. مگر صدام یک استقلالشی هم داشت، یک ابزار بود از اول. ساده اون افرادی که میگن صدام نمیدونم آدم چربی، آدم یک ابزار صرفه. با دستور خدا آمریکا رفته، نه با قرار صدش. اینا بعضی ها هستن در بعضی از وزارت امور خارجه های دنیا خیلی ساده کودک که میگن آمریکا با قرار صدام با قرار آمریکا وارد کویت شد، نه با دستور آمریکا وارد کویت شده. خیلی هم روشن است، تمامی شواهد از نه شواهد خودش کاملا روشن‌تر از آفتاب است که با دستور آمریکا وارد شده، نه با شرافتش. همین بازی ها بیاد این جنگ بشود، دنیا کشته شود، خونی از دماغ صدام نیاد تا روزی که لازم است. آمدن نیروهای متحدین در شمال عراق، ساختن مناطق امن برای کردهای سنی، جدا کردن منطقه شیعه به طور خاص، کوبیدن همشون. یک زمان میخواستن فکری کار کنن، در زمان ناصرالدین شاه، در زمان فلان کس دیگه. اما از اشپنگلر به بعد وقتی که اختلاف اومد، آیا ما تسلیم تاریخ بشیم که روزگار بیاد هر چی میخواد بر سر ما بیاره، یا وایستیم در مقابل تاریخ و روزگار؟ یه شاخشون گفتن باید وایستیم که پرچمدارشون بعدن آقای کسنجر شد. اینا میگن با میلیتاریسم میستیم. هر ملتی که دیدیم یک کمی اون نشانه هایی که ما داریم، اگر اون نشانه هاش دیدیم میکوبیم. میلیتاریسم، نظامیگری، ما باید کاری کنیم که سقوط نکنیم. شبیه این است که زمین را از بین ببریم تا زمینی نباشد زردارو به زمین بیفتد و همینطوری بمانیم. باد را در جهان بخشکانیم تا تکانی این درخت نخورد تا این زرداروی رسیده بیفتد. می دوزیم این زرداروی رسیده را به شاخه و برگ که نیفتد. این کارشونه. به خاطر همین اومدن در لندن بنده خودم یه فیلمی را بچه ها آوردن، نگاه کنید ببینید چقدر کار کردن. من نمیخوام اونا را خیلی بزرگ جلوه بدم، ولی کار کردن، در فکر زندگیشون هستن. یک فیلمی ساخته تحت عنوان، اگه ترجمه کنیم، قائم اسلام. چون اونا میدونن هم سنی معتقد است هم شیعه بر این که یک
شخصی قیام خواهد کرد و جهان را پر از اسلام خواهد کرد. اونا کاری با حدیث ما ندارن، با اعتقادات ما ندارن، بر اساس تحقیقات خودشون رسیدن به این نتیجه که اسلام دنیا را بگیره. یه فیلمی ساختن خودشون به نام قائم اسلام. این قائم قیام میکند، اول عرب‌ها را جمع میکند دور خود، بعد کشورهای دیگه مسلمانان رو نشان میدهد. این میکوبد و میکشد و نمیدانم اروپایی ها را آمریکایی ها را. بالاخره در آخر موشک قائم میرود مجسمه آزادی آمریکا را متلاشی میکند و اون وقتی را ماتم و مرثیه فرهنگ خودشون رو میگیرن. به اصطلاح خودشون وحشی ها اومدن تمدن ما را از بین بردن. و اینقدر اونا عمدن فیلمشو ساخته که ذهن مردم اروپا و آمریکا را متوجه کند که ما از بین میرویم، خطری که ما را تهدید میکند اسلام است. خودم این فیلم 2 ساعت نیمه را نگاه کردم، یک فیلم 2 ساعت و نیمه. اونا اینطور نیستن که بگن ما آسیب ناپذیریم، آفتی ما را تهدید نمی کند، هیچ خطری ما را تهدید نمی کند، فقط به خاطر پولخوری نمیان به منطقه، فقط به خاطر نفس نمیان به منطقه. اونا میدونن خودشون سکوت میکنن. این جبهه این آیه قرآن است. اجر فردی ممکنه به تأخیر بیفتد، به جلو بیفتد، یکی خودشو بکشد زودتر بمیرد، یکی مواظب باشد دیرتر بمیرد، اما اجر جامعه جبری قرآن میگه جبریه. لا یستأخرون ساعتا ولا یستأخرون. ساعت یعنی تکه‌ای از وقت، نه همین ساعتی که ما داریم. یعنی یک ذره هم جلو نمیفتن، عقب نمیفتن. آمده است این آلترناتیو از بین ببرم. تشیع من در مقام این که فاصله بین شیعه و سنی به اندازه نیستم، ولی دشمن میشناسم. ویروس سریع نوشتن اگه بخواهید من از همه متون ترجمه شدهش به خدمتتون نشان میدم. خودشون سریع میگم که این وضع ماست، باید یک کاری بکنیم که نیفتیم و ثابت نشیم. اومد شیعه ها را کشت، مرد بست است شیعه به ایران هم فرار نکنه، سنی ها را ریخ سر ما. قبلا به شاگردش گفته بوده تو راه نده، قبلا به غزال گفته بوده تو راه نده. همین غزال بیسواد نفهم یک جمله گفته است که از معلومات و میزان فهم غزال خارجه. گفته است که درگیری آینده جهان بین اسلام و مسیحیت است. دیگه شوروی از بین رفته، دعوای من دعوای اسلام و مسیحیت است. غزال این حرفو نمیتونه بزنه. یک فردی است که بالاخره تا اندازه میشناسیمش، نه سوادش میرسه به این مطلب، نه معلوماتش میرسه به این مطلب. اینو از اربابها شنیده است، حرف خودش نیست. بی خود نیست که از نوع مسیحیت جام میگیرد. من خودم در چند کلیسای مسیحی اروپا آمار رو بررسی کردم. اخیراً هی تبلیغ میکنن که کلیسا رو از نو زنده کنن. زنان لخت میان تو کلیسا دعا میکنن. 4 سال خشکسالی بود در اروپا. اروپا هرگز از خدا باران نخواسته، همیشه باران داره. به بهانه اینکه یک کمی باران کمه همه کلیساها را هر هفته پر میکردن بیاید دعا کنید. زن و مرد بیریختن تو کلیسا بیاید دعا میکنن. بازار کلیسا گرم شود. جنگ دین است دیگه. اون مسائل اومانیسمشون رو گذاشتن کنار، دیگه دارن از نوع عیسی را زنده میکنن، از نوع مریم را زنده میکنن. بره تشخیصشون اینه. خیلی هم روشن میگن، بدون تعارف هم میگن. حالا چه کار میخوان؟ شیعه به اونها وابسته است، مثل حرم حضرت عباس، حرم امام حسین، مثل حرم حضرت علی. میخوان در نظر خود شیعه عظمت این محله ها را کوچیک کنن و متاسفانه موفقن. فکر میکنم اگر 20 سال پیش چنین اهانتی به حرم امام حسین میشد، غوغا همه جای ایران و تهران رو پر میکرد. ولی فعلا عکس‌العملی که ما نشان دادیم، اونم بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، یک حرکت هایی بود که امروز به صورت دسته‌های سینه‌زنی ها تو تهران داشت. کاری را که میکنم خیلی با حساب، باز تکرار میکنم و نمیخوام بگم اونا آدمای خیلی نمیدارم چی هست.
ولی کار میکنن، مفتخور ندارن، تحصیل کردهشون فکر میکنه، مطالعه میکنه، مینویسد، دکتراشون مینویسد. اینا پشت میز نشین و مفتخور نیستن، کار میکنن. شیطان هم کمکشون میکنه. آیه قرآن اشپنگلر 1000 برابر بهتر از خیلی از آخونده معنی کرده. لکل قوم اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. قرآن چندین جا گفته همه چیز اجل دارد، جامعه هم اجل دارد، ملت ها هم اجل دارد، ولی ما تا حالا هیچ برگی هم ارائه ندادیم. اون آمده بر اساس همین آیه، نمیگم آیه را ولی شیطان یادش داده. ما در قرآن داریم که شیطان از انبیای قدیم آیه ها را می‌دزدید، فقط از پیامبر اسلام نمیتونه بدزده، چون خدا ممنوعش کرده. رفته دیگه درسشو داده بهش و گفته شما سکوت میکنید باید چاره‌ای بکنید. شیطان بهش گفته دارن کار میکنن. همین الان در محافل علمی آمریکا و اروپا صدها مرد روی همین مسئله کار میکنن. هزاران شخص مشغول خدمات به کسانی که روی این مسئله کار میکنن، خودشون علنی نوشتن، همه جا پر حرفشون. یک مقامشون برخورد فیزیکیه، بکشن، تخریب کنن، از بین ببرن، گاه عراق رو وادار کنن به حمله به ایران، گاه نمیدانم ماجرای کویت پیش بیاد، گاه برن به بهانه حمایت از کرده اونجا برای خودشون جاپا درست کنن، اسرائیل دوم درست کنن، منطقه امن درست کنن. منطقه امن یعنی استقلال به کردستان، استقلال بدن، فردا با وسیله همان کردستان بکوبن ایران را و بکوبن بخش شیعه‌نشین عراق را و به وسیله همین کردهای مسلمان برادر که ما امروز میزبانشون هستیم بهتر از اسرائیل میتوانن بکوبن. ما صدها هزاران پاسدار کرمانی، کاشانی، یزدی، خراسانی در کردستان قبرشو داریم که همین کردها کشتن تا همین کردستان ایران. من نمیخوام مثلا نشاط قومیت مطرح کنم، نویسندگان قانون، نویسندگان در مجله دنیای سخنش این همه روزخوانی برای کردهای آوارگان عراق، اما کسی نیست از شیعیان جنوب حرف بزند. خیلی از میلیون ها گذشته کشته شدن. وزیر امور خارجه سابق فرانسه گفت از صدام متشکرم، شیعیان را قلقم کرد. ما با اینا نمیتونیم در دنیا کنار بیاییم. این حرف سیاسی نیست، حرف همون علوم انسانی شونه. همونطور که در صنعت پیش رفتن در علوم انسانی هم پیش رفتن، نخوردن و نخوابیدن. میگه با پذیرفتن واقعیت درست تلخه، ما چاره ای از پذیرفتنش نیست. اون بر یک وزیر امور خارجه از موضع صرفا سیاست این حرفو نزده. نتیجه صدها سال کار و تحقیق علوم انسانی شده. میگه با این شیعه ها نمیشه، ما نمیتونیم زندگی کنیم، دستش درد نکند که همشون رو دلهوهم کرد. یه برخوردشون همین برخورد فیزیکیه، رسما بکوبن، بکشن، از بین ببرن، خراب کنن، ویران کنن. یه برخوردشون برخورد فرهنگی خیلی خطرناک. پیغمبر عارف بود، حضرت علی عارف بود، امام صادق عارف بود، اما در زمان حضرت علی یعنی حدود تقریبا 28 سال پس از وفات پیغمبر یک فکری در کشورهای اسلامی پیدا شد. شرع پیغمبر گذاشتن کنار، احکام پیغمبر گذاشتن کنار، حلال حرام پیغمبر گذاشتن کنار، طریقت پیغمبر رو تک گرفتن. فقط مکتب پیغمبر رو تکه کردن. با حلال حرامش کاری نداریم، با به اصطلاح مکتبش کاری نداریم، تنها اون عرفان پیغمبر برای ما لازمه. حسن بصری در اومد، عابد ظاهری چه عارف هست، پیشانیش پیره بسته. حسن بصری میشناسید، همین که رادیو تلویزیون هر روز تبلیغش میکنه. پیشانیش پیره بسته، زانوهاش زخمی شده از عبادت، شهرتش همه دارا گرفته. جنگ حضرت علی با معاویه و با حتی جنگ جمل رو هم تحریم کرد. گفت علی خون مسلمان ها را میریزد. یا خواجه ربیع که همین که در مشهد دفن شده خیلی ها به زیارتش میرن. اینا دو نفر اولین بنیانگذار عرفان منهای مکتب هست. لطف کنید، عرفان پیغمبر معرفه ها، کاری با
عرفان ندارم، عرفان منهای مکتب، عرفان بدون مکتب. حقیقت منهای شریعت. حضرت علی فرمود ربی یه 4000 نفر بردار، مقدمت جیش برو صفین، ما هم به دنبالت میاریم، جلو معاویه رو بگیریم. ربی گفت علی منو میفرستی برای ریختن خون مسلمان ها؟ حضرت علی گیر کرد. گوش کنید مظلومیت علی رو. علی گیر کرد اگه مردم بشنوند ربی ابن حسین جنگ را حرام میکنه، تحریم میکنه، هیچی نخواهد رفت جنگ. ربی خطرش بیش از 150,000 سپاهی معاویه بود. چه کار کند علی؟ گفت ربی خوب میگی، یا تو را بفرستم جایی که در مقابلت کفار باشد نه مسلمان. اگه جنگم بکنی با کفار جنگ بکنی. کجا؟ فرمود بفرستمت به سمرقند، به مرز آن آخرین قسمت و مرز اسلام و کفر. گفت آری. فوراً با 200 نفر راهش انداخت از طبعی که این برد مردم نشنون. اگه 2 بار دیگه بگه خونریزی مسلمین دیگه هیچی نمیده به جنگ معاویه. شرشو از سر خودش دست کرد و فرستاد به اونجا. بعد اومد مرد، بعد اومد در مشهد مرد. امروز هم شیعه علی میره به زیارتش. خاک ربی. حسن بصری وقتی که از زنی بصره را فتح کرد، حسن فتوا داده بود که از طلحه و زبیر حمایت کنید، جلو علی خونریز را بگیرید. بصره را فتح کرد، طلحه و زبیر شکست خوردن. اومد مسجد بصره، حسن پیدا شد. یه قلمی به دست گرفته با یک کاغذی می‌نویسد. علی فرمود که چی می‌نویسی؟ گفت حرفای شما را می‌نویسیم برای بعد از شما نگه بداریم. فرمود لکل امت سامری و سامری هذه الامه هذا. هر امت سامری داشت. امت موسی اون سامری داشت که گوساله درست کرد براشون. این امت هم سامریش این آقا. تفاوتش این است که اون سامری میگفت لا قتال، این سامری میگفت لا قصاص، این سامری میگه لا قتال. شعار حسن بصری لا قتال بود. جنگ نباید بشود. خون شامی ها را اطرافیان معاویه که مسلمانن نریزید. مورخین میگن اگر حسن بصری نبود حکومت آل مروان در گهواره خطری شد. چنان این عابد زاهد حکومت بنی امیه را تقویت کرد که میگن با مرگی از این حکومت بنی امیه ثبوت میکرد. نوبت که به مروان رسید حسن بصری نگرشون داشت. مردم عوام هم میگن حسن بصری عابد زاهده. این جریان هی گرفت، همه شدن عارف صوفی، شریعت رو گذاشتن کنار، همه طریقت، همه عرفان منهای مکتب. 750 سال در کشورهای اسلامی عرفان و تصوف و درویش بازی همه جا را گرفت، به حدی که در آذربایجان ما حتی یک روستا نمونده بود که یا 6 دانگ وقت به خانقاه، یا 3 دانگ وقت به خانقاه، یا حداقل نیم دانگش وقت به خانقاه بود. خانقاه یعنی چی؟ قرآن خانقاه داریم، تو حدیث ما خانقاه داریم، همه جا مسجدها ویران، خانقاه‌ها آباد. شنیده اید سعدی جهانگردی میکرد؟ جهانگردی مگه شوخیه؟ شما همین امروز برید ژاپن پول میخواد، برید همین پاکستان پول میخواد. سعدی دنیا را گشت با کدام پول؟ این درویشی که هیچ کاری نمیکرد. از تهران مثلا حرکت میکرد رباط کریم خانقاه بود، اونجا میخورد و میخوابید، حرکت میکرد ساقه خانقاه، زرنگ خانقاه، همدان خانقاه، باختران خانقاه. دنیا کار میکرد، درویشا، صوفیا، عارفا میخوردن. با یزید بسطامی، ابوالحسن خربانی، شیخ عطار، امثال اینا. چنان این عرفان زدگی، صوفی زدگی، درویش بازی ممالک اسلام گرفت. مغول اومد گرفت. همان اطاعت شاه اجرهم لا یستخون ساعتا ولا یستکبرون. عرفان مثل خوره میوه اسلام را خورد با یک حمله کوچک مغول. مغول حملهش خیلی حمله بزرگی نبود. اول اصلا چنگیز این همه طرفدار نداشت. وقتی خوارزمشاه جلوش قرار کرد، همه دیگه قبایل دیگه اومدن به کمک چنگیز چون بریم ایران غارت کن. بنای این عرفان بازی این چینی
و درویش بازی و صوفی بازی بر سر این کشورها آورده. این تاریخ شما برید ببینید، اخیراً جو این کشور مسموم شده، آدم نمیتونه درباره عرفان حرف بزنه. ببینید تاریخو، همه جا درویش، همه جا عارف، همه جا صوفی. اما گفتم پیغمبر عارفه، علی عارف، امام صادق عارف، حضرت امام خمینی عارفه. بحثی نیست، اسلام عرفانه، ولی عرفان منهای مکتب، به قول خودشون طریقت منهای شریعت، فساده، مردمو فاسد میکنه، تحقیر، افیون جامعه را از بین میبره. کار رسید به جایی که انباع رودخانه معجزه ها را افتاد. فلان نمیدارم درویش موعظه کرد، فلان یکی موعظه کرده، خرافات ملت رو گرفت. مسلمانایی که ترقی کرده بودن، دنیا از علمانا استفاده میکرد، سقوط کرد. اینا علم را حرام کردن، گفتن علم خوندن حرامه، ما عشق به خدا میرسیم. تمام. روزی در مجلسی یک دست سران اینا جمع شده بودن، یکیش گویا مخفیانه میرفت خواندن نوشتن میخوند، دواتش بیفته زمین، اون یکی میگه عورتتو بپوشان. قلم دوات عورت بوده، عورتتو بپوشان. ابوالحسن خردانی چندین بار از کتابهاشو برد ریخت تو جیهون که علم حجاب اکبر است، علم مانع از این است که من به خدا برسم. ببینیم مردم به کجا میرسن دیگه، چه وضعی پیدا میکنن، چه پیشرفتی پیدا میکنن. پس از آمدن مغول اومد همه جا را گرفت. یعنی تنها ایران نبود که در زبان ابن بطوطه همه ممالک اسلامی او رو حکومت میکردن، از مراکش گرفته تا ترکیه و تا دیوار چین ممالک اسلامی دست ترک ها بود، همه حکام اونا بودن. بعد که این عرفان دیگه از بین رفت، مرد، خانقاه ها کم شدن، مسلمان ها یک کمی رشد کردن. آخه شما تهرانی‌ها نمیدونید این همه خانقاه صفی علی شاه را هویدا ترویج میکرد؟ چرا؟ آخه این که خیلی زمان پیش نیست، همین دیروز پریروزه. خانقاه صفی علی شاه این همه از دولت شاه میخورد، هر روز تبلیغ میشد، هویدا هر روز با عطایش اونجا حاضر بود. همه خاندان سلطنتی مراسمشو میبردن تو خانقاه صفی علی شاه. چرا؟ برای آنکه میدونن مکتب از بین میبرن، عرفان بدون مکتب از بین میبرن. هارون الرشید موسی جعفر تو زندان انداخته، میاد مثلا به فلان صوفی میگه منو نصیحتم کن، اون نصیحت میکنه، هارون گریه میکنه، اون نصیحت میکنه، هارون گریه. موسی جعفر تو زندان گذاشته. اما برای این عارفهای تکبودی، اینایی که عرفان دارن طرف مکتب ندارن، برای اینا این همه ارزش میدن، این همه احترام قائل است. چرا؟ برای اینکه میدونن اینا میگن دنیا رو رها کن، دنیا به درد نمیخوره، کار هم نکن، علم هم که نمیخواد، فقط تخدیر. اگر این عارف ها به این معنا نبودن، بنی عباس نمیتونستن بگن ما مسلمانیم. اونی که رنگ اسلامی به بنی عباس میداد شیخ جنید بغدادی بود، یا همون سر فکتی بود، حبیب عجمی بود. آقا کتاب ها پر شد از معجزات اینا. شیخ عطار در تذکرة الاولیا می نویسد و تلویزیون خودمان هم می گفت روزی حبیب عجمی به کنار دجله رسید، دید حسن بصری ایستاده است. گفت چرا ایستاده؟ گفت منتظر قایقم. گفت عجب، بسم الله، از روی آب راه رفت به اون طرف. شیخ عطار در تذکرة الاولیا نوشته، تلویزیون ما هم می گفت معجزه به این بزرگی هرگز پیغمبر روی آب راه نرفت، فاطمه زهرا روی آب راه نرفت، علی راه نرفت، امام صادق راه نرفت، امام حسین.
گل انبیا و اوبسیا از روی آب راه نرم. اینطوری مزخرف بازی ها درست کردن که مردم خرافیش شد. اخیراً همین فاضلات و همین کشور ایران باز کردن. عرفان بدون مکتب. امام صحیفه نور صحبت کرده، چندین جلد همش رها کردن، 4 تا شعرشو گرفتن. همونطوری که اون وقت برهان پیغمبر رو رها کردن، همه یه مکتب و پیغمبر رو رها کردن، فقط به عرفان پیغمبر چسبیدن. امروز این کشور این عرفان بازی تکبودی میخواد چه کار کنه؟ عشق 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 تلویزیون کنند، عشق روزنامه کنند، عشق مجله کنند. عشق چیه؟ اگر آقای سروش از عشق حرف میزند معنایش را میفهمد، این شبان نمیفهمد. سروش سرنش کشور رو بازی گرفته. شما کتاب حافظه بدید دست یک جوان باز کند، میج مطرب میز و صاحب و محبوب و 14 ساله، اینو یه عارف دیگه مثل حافظ بخواند. بله ولی جوان میخواند چون میکند 2 ساله و محبوب و 14 ساله. این چه فرنگیه؟ یونسکو میاد در ایران هزاره حافظ میگیرن. یونسکو هیچ شما را دوست دارد، فرهنگ شما را دوست دارد. یونسکو میدونه حافظ اگر از مقام شاعری بالاتر داره چه داره نشته در میاره. میداند یونسکو همون برنامه انسان شناسا و متخصصین علوم انسانی برنامه کشنجره. میداند با حافظ راه خمینی با حافظ نمیسازد. حافظ بخور بخوابد. حافظ اگر عارف هم باشد ظاهر شعرش برای مردم و معمولی عیاشیست. مردم چی میفهمند شعر حافظ؟ شاید بعضی متخصصات معنای خوبی بفهمن، اما مردم چی میفهمن؟ امی که صوفیان را ام الخبائثش خواند، احلالنا و اشها من قبلت الابصار. این چی خواهید ما را برده؟ هزاره فردوسی را میشناسی؟ میگه نباشد به جز بی پدر دشمنش، که یزدان بسوزد در آتش تنش. هرچه دشمن علیه بی پدره، ولد الزناست، خدا در آتش او را میسوزاند. فردوسی را میشناسیم. اما منظور یونسکو از هزاره شاهنامه چیه؟ فردوسی را دوست دارد یونسکو یک سازمان فرهنگی مستقل. اگه ما فکر کنیم یونسکو مستقل ابزار استعماری خیلی احمقیم. اگه ما فکر کنیم که یونسکو میاد برای ما جشن حافظ میگیره که راستی ارزش حافظ رو به دنیا برساند، اون وقت ما حق نداریم. اینا شورای بین المللشون، سازمان بین المللشون، ابزار سیاست استثمار تا رسد به یونسکوشون. چقدر خام فکر میکنیم ما؟ فردا میاد هزاره فلان بگیره. این یونسکوی لا مذهب و بیدین هرچی میخواد از ارزش های به فرهنگی حمایت کنه، چرا هزاره‌ای که جعفر صادقی نمیگیره؟ چرا نمیگیره؟ شاگردش جابر ابن حیان پدر شیمیست در جهان. امام صادق به اندازه شیخ عطار ارزش نداره، چرا نمیگیرن؟ از مردم تهران فردا برید تو دانشگاهتون بپرسید دانشجوهای شما امام دهم را به اندازه شیخ عطار نمیشناسن. فرهنگ بعد اقرام رو ببینید، امام ها از امام رضا به بعد شناخته نیستن، اصلا جواناتون نمیشناسن. برید ببینید خیلی همه دانشگاهاتون شیخ عطار همه داره فرض کرده. شیخ عطار در کتابش ببینید چی میگه: روزی بر بایزید اندر شدند، آب زردی به صحن خانه بدیدند. سؤال کردند گفت، درویش از در شد. سؤالی چند بنوید پاسخ شدید آب. یا در دیدن گفتن جناب شیخ این چیه؟ بایزید گفت درویشی آمد چند تا سوال از عرفان از من کرد، جواب دادم تاب نیاورد آب. اجلیس زوبانم درست میکنی هم زوب درویش. خنددار این نیست. ببین خنددار چیه؟ خنددار این است آقای دکتر ادبیات دانشگاه های ایران، همشون دکتر فلسفه، دکتر جامعه شناسیشون، علوم اجتماعیشون، دکترا در تاریخشون، هر چی دکتر در علوم انسانی در این کشور داریم الا منو شد بلده، همه شو اینو باور میکنه. چند تا دکتر داریم در مورد شیخ عطار کتاب نوشته، چاپ شده.
چند تا دارید در مورد بایزید چاپ شده. اگر من آخوند اینجا بگم حضرت فاطمه سلام معجزه را کرد، همین دو شاخ در میاره. مثل اینکه به جن بسم الله گفتی دیوانه میشه. آقا خرافات بذار کنار، ما روشنفکر کمر شکسته چگونه میپذیری بایزید بسطامی درویش را آب کند؟ چرا وقتی که در مورد حضرت اصلی می‌نویسی، حبیب ادمی می‌نویسی، میپذیری حبیب از روی آب راه رفت؟ چرا آنجا میپذیری اما هم بگم امام زین العابدین از روی آب راه رفت، یا از بالای شتر موقع اسارت برگشت پدرش و زخمی کرد، آنجا نمیپذیری؟ روشنفکریش گم میکند، منو متهم به خرافات میکنی. اما وقتی که از بایزید معجزه بگم میپذیری. اگر از شیخ عطار معجزه بگم میپذیری. در خانه‌اش نشسته بود پسرمو تو کویر کشتن. 300 فرسخ اون طرف علم غیبش خبر میده که پسرشو تو کویر کشتن. آقای دکتر اینو نه تنها میپذیرد، کتاب در موردش مینویسد، اما نوبت به اهل بیت میرسد، به مکتب اهل بیت میرسد، اینا متهم به خرافاتش میکنن. چرا؟ از شما میپرسم، از اهل مجلس، چرا معجزه های بایزید و چخان میپذیرن؟ چرا معجزه اهل بیت نمیپذیرن این روشنفکرای ما؟ برای اینکه اروپا اینطوری تربیت داده، همین حالا هم تربیت میدن. مسئله ایران شیعه از سیاست گذشته است، مسئله ریشه‌دارتر است، مسئله در علوم انسانی است، مسئله در تدوین تاریخ است، مسئله در انسان شناسی. یه کلاه به این گندگی به سر ما برود که یونسکو اومده برای ما هزاره حافظ بگیره. به به چقدر آدم خوب یعنی اروپایی ها دارن به من خدمت میکنه از جیب خودشون. هزاره فردوسی میگیرن. الان برید ترکیه، این ترکیه کثیف که میشنوید چقدر کثیفه. برید آنکارا مسجد مرکزی شهر روز جمعه، ببینید خود مسجد پر، 3 طرف حیاط‌های بزرگ پر است از نمازخوان برای نماز جمعه اومدن. و چون سنی‌ها شرط نمیدانند که فاصله دو نماز جمعه باید 1 فرسخ باشد، در هر مسجد آنکارا نماز جمعه است. هر مسجد آنکارا داری روز جمعه دیر برسی باید روی چکشا نماز بخوری. همه مسجدها پر از نماز خوره. یعنی اگر مجموعش حساب کنی آنکارای 2,5 میلیون نماز جمعهش 10 برابر نماز جمعه تهران 9 میلیونی است. میشنوید؟ اشتباه نکردم، من تکرار میکنم. نماز جمعه آنکارای 2 میلیونی بیش از 10 برابر نماز جمعه 9 میلیونی است. چراش روشن است. اونجا آتاتورک کار کرد در اسلام زدایی، اینجا رضا شاه. آتاتورک خشن‌تر از رضا شاه برخورد کرد، همه آخوندا را ریخت تو خندق، حروف عوض شد. حروف قرآن الان قرآن بگید اونا نمیخونن، ترکی خودشونو با حروف فارسی عربی بگید نمیتونن بخونن، فرهنگشون از بین برد. رضا شاه نتونست حروف عوض کند، نتونست کلن آخوندا را از بین ببرد، نتونست مساجد رو تعطیل کند. اما نتیجه کار رضا شاه موفق‌تر از نتیجه کار آتاتورک. چرا؟ برای اینکه رضا شاه از یک طرف فرهنگ غرب می آورد، از یک طرف فرهنگ ساسانی قبل از ایران اسلام و در وسط پرس می‌کرد. از دو جهت فشار می آورد و پرس می‌کرد. فرهنگ بهمنی، فرهنگ خسروی، فرهنگ انوشیروانی، فرهنگ چیچی الان هم این گونه اسمها پر است تو این مملکت. آداب رسوم زردشتی، آداب رسوم اوسکایی، اون فرهنگ بدبخت قبل از اسلام که ایرانی بدنش نمیشست هرگز، در اینکه آب آلوده میشود. این ایران قبل از اسلام بود. با خواهر ازدواج میکردن، با مادر ازدواج میکردن. فرهنگ قبل از اسلامو با فرهنگ اروپایی می آورد، اسلامو پرس میکرد. لذا بیش از آتاتورک اثر داشت. آتاتورک چون ترکا بعدا رسانه دولت تشکیل دادن، فرهنگ ثابت نداشتن، فرهنگ قوی نداشتن، تخت جمشید نداشتن به رخ مردم بچشن، نمیدارن کرش داریوش نداشتن به رخ مردم بچشن، به رخ اسلام بچشن. تنها فرهنگ غربی را آورد، خیلی موفق نشد. ببینید
امروز درخت اسلام در ایران برگ دارد، گل دارد، در ترکیه برگ گل ندارد، به درد نمیخورد، ولی اون ریشه خیلی کنده بزرگ اسلام در زیر خاک در اسلام قوی تر از ایران است. این اعتقاد بنده است. ما شاخ و برگ گلمون زیاده، اون ریشه است خیلی قویه. اسلام تسنن، اسلام حنفیه، ولی اون قوت دارد. اینجا ریشه‌اش رو لطمه زدن به وسیله فرهنگ غربی و فرهنگ ایران باستان، هزاره شاهنامه. شما که این همه شعار دارید که مساوات، ما اشرافیت نمیخواهیم، بشره، این اکرمکم عند الله اتقاکم، با مهتر فردوسی احیا میشود. اولا اینه که فرهنگ چه فرمان یزدان چه فرمان شاه و از این در این چیزها تو ایران دوباره زنده شود، یونسکو به خاطر اون اومده. به خاطر این که همیشه کلمه می و مطرب و شراب در فرهنگ ما بماند، یونسکو به خاطر اون اومده برای حافظ چی گرفته. این دیگه خیلی روشنه. من بالاخره اینقدر خودم نمیتونم گول بزنم. یونسکو لطف دارد به ما و الله اون جایزه های اخیری که به دانشمندان ما دادن، دانشمند بزرگ آقای دکتر حسابی، خیلی دانشمند بزرگیه، مقامش محترمه، همه باید بهش ارزش قائل بشیم، ولی این حسابی، این دانشمند بیچاره چندین سال پیش این نظریه داده. چرا الان میدی؟ روی همش حساب دارن، کار دارن، اینا برنامهشون ایره. حالا نمیدونم تا چه خودمونو به نشنیدن بزنیم. من که دیگه سیاسی نیستم، از سیاست استعفا دادم، حرف سیاسی نمیزنم، هیچ جا سخنرانی نمیرم. اینجا این آقای غفاری منو به زور کشنده آورده، 1.5 ماه پیش مسئله را شروع کرده. این همه دعوت و سخنرانی دارم، هیچ جا نمیرم. من سیاسی نیستم، حرف سیاسی نمیزنم. این تعلیل در مورد جنگ خلیج بود که آمریکا چرا اومده، این مسائل چیه، آخرش چیه. آخرش همیشه اونجا مداوما شیعه کشی خواهد بود. همه جا شیعه کشیه، تو لبنانش ببین، همه جا شیعه کشیه، شیعه زداییه. متون تسنن در اروپا خیلی رایجه. ما کاری با متون شیعه ندارم. محیدین عربی را چقدر تبلیغ کردن در اروپا، در اروپا ابو حنیفه را چقدر تبلیغ کردن، در ایران خودمون همین آقایان دکترایی که گفتم، اینا در مورد ابو حنیفه اعتراضشون بیش از امام صادقه. فرهنگ دکتر محمد معین رو باز کنید، ببینید راجع به جعفر صادق چند صفحه نوشته. هارون الرشید رو در یک بار در زیر واژه هارون نوشته 1 ستون، یک بار دیگه در زیر رشید نوشته 1 ستون. مصحف جعفر 3 خط. لغتنامه ده خدا راجع به امام صادق فقط همون 1 صفحه را نوشته است که شیخ عطار در اول تذکرة الاولیاء آورده. گویا جعفر صادق غیر از این دیگه آثاری نداره. شما میگید امشب این دیگه همه جا را میکوبد، دانشگاهشو، دکتر معینشو، ده خداشو، همه چیزش. یه وضعیتی است. ما فرهنگ دانشگاه هم امروز فرهنگ اسلامی نیست. خواه دانشگاهی خوشش بیاد، خواه خوشش نیاد، فرهنگ جعفر صادقی نیست. اما فرهنگ شیخ عطار تکرار میکنن. جوانای شما امروز شیخ عطار بیش از امام دهم میشناسن. اگه اینطور نیست بگید نام مادر جوان از شما میپرسن، نام مادر امام علی چیه؟ بگید چند شعر از سعدی بلدید، چند حدیث از امام صادق بلدید، چند تا غزل از حافظ بلدید، چند تا جمله کوچیک از امام باقر بلدید. این دیگه وقتی که فرهنگ اینطوری بشه ما قانع بشیم به چمش. نه تاهری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. توپم با قلوله توپ گنبد حضرت عباس میزنه، دنیا همینطوری نگاه میکنه. کسی فکر کند یونسکو مرکز فرهنگی مستقل سیاسی نیست، ابزار استعمار نیست، او باید فکر کند شورای بین المللش هم ابزار نیست. اون شورای بین الملل کوره. اگر یک کاشی، یک سنگ، یک آجر از یک کلیسای اروپا، کلیسای تعطیلشو میگم، از کلیساهای شوروی که از قدیم تعطیل بیفتد، فریاد یونسکو بلند میشه، به آثار باستانی لطمه خورد. بابا حرم از عباس لااقل به عنوان آثار باستانی بپذیر.
چرا صداش در نیومده؟ از عباس نعوذ بالله به جای خود محترم این آثار باستانی که هست، همه امام حسین آثار باستانی که هست، یوسف کجا مرده؟ یونسکه که اومده فرهنگ ایران را به مسخره گرفته، یونسکه که اومده اینجا دوباره برای ما شاهنامه را زنده می‌کند. کجا مرده؟ اگر شرف و فرهنگی دارد مستقل است، کو حرفش، کو اعتراضش؟ یونسکو ساخته شده برای شیعه کشی، شورای بین الملل ساخته شده برای شیعه کشی، کل سید فرهنگ دنیا برای علیه شیعه میاد. یه کمی تحقیق میخواد. همه تو نه با بودایی کار دارن، نمیدونم با بت پرست، نمیدونم با اون یکی، با این فقط شیعه. اگه مستقله نهاد فرهنگیه میخواد برای فرهنگ جهان کار کنه، حرام امام حسین یا آثار فرهنگی حساب یا آثار باستانی حساب کنه. اعتراض کنه، چرا نمیکنه؟ صدامو برای چه نگه داشتن؟ به خاطر همین موضوع. فکر میکنم وقتتون خیلی گرفتم، میبخشید و در همینجا عرایزمو خاتمه میدهم. امام حسین در سال 61 کشته شد. شاید خیلی ها فکر میکردن سرشو که بریدن تمام شد، دیدن نه، ادامه دارد. بدنش زیر سم اسبا گذاشت. بعضیا فکر کردن تمام شد، پسرش اومد دفنش کرد. بعد دیدن نه، متوکل میاد قبر رو شخم میزنه، بذر میپاشه، آب بیاندازه روش. 300 سال بعد. بابا این دیگه 300 سال پیش کشته شده رفته، تو چه کار میکنی؟ ولی اون میدانست این قبر خطرش بیش از همه است. قبر رو شخم میزدن، آبم روش باز میکردن که گم بشه. این قبر چقدر عظمت داره. یه روز امپراتوری مثل متوکل عباسی که کشورش امروز 28 کشور شده از این قبر میترسه. اما امروز مثل که عظمت خیلی بالا رفته. کل دنیای غرب، اروپا و آمریکا همشون از این قبر میترسن و به همین خاطر زدن. هیچ علت عامل دیگه نداره. صدام زده، چون میاد احمقانه است. ما صدام اصلا اونجا یک ابزار، یه ذره بیش از ابزار بدونیم. این کوبیدرها همشونه. گفتن که وزیر امور خارجه سابق فرانسه گفت دستش درد نکنه، خوب غم کرد شیعه ها را. این جسارت بین حرم ها برای ما درده، داغ دله. اما به خدا قسم اون بزرگترین عظمت حسین رو میرسانه. یه روز یزید مخالفشه، یه روز متوکل مخالفشه، میبیند که این قبر خطرش بیش از همه است. امروز آمریکا با اون صنعتش، با اون تکنیکش، با اون میلیتاریسمش، با اون تاکتیکش، اروپاش، انگلیسش، فرانسهش، همشون احساس میکنن که بزرگترین خطر این قبره. مکتبی که این قبر دارد، مکتب این قبر که نه تصوف بود نه عرفان منهای مکتب، مکتبی که قبر حسین دارد، این مکتب است که اروپا را ثابت می کند. بنده اینجا این مطلب رو عرض کردم. اون جوانایی که تو جلسه هستن در آینده می بینن که اروپا تشخیص داده این است موضوع و خودشون هم نوشتن، همه را صریح هم میگن، مخفی هم نگفتن. این همه ترس از حسین است و راه حسین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای سلامتی مقام معظم رهبری جناب آقای خامنه‌ای صلوات فرمایید.